سلام بچه‌های عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل علیزاده محمد. بچه‌ها امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری اسکین ماینکرافت خودتون رو نقاشی بکنید، یعنی یا خودتون بکشید یا از جای دانلود کنید و بیاید آپلود کنید. اول از همه میرید تو سایت اسکین دکس. بعد وقتی داخل سایت میاید یه همچین جایی داره. بعد شما اینجا ادیتور رو میزنید. بعد اینجا خودتون میتونید اسکین خودتون رو طراحی بکنید. این مثلا اسکین منه. من مثلا اینجا میتونم اسکینم رو ادیت بکنم، میتونم. ولی وقتی شما میاید این واسه شما کلا خالیه، کلا این مال شما الان خالیه، هیچی نیست. شما خودتون اسکینتون رو میتونید نقاشی کنید. بعد بذارید بهتون یاد بدم چطوری. اینجا میتونید رنگا رو عوض کنید. اینجا میتونید کاری کنید که بعضی از قسمت ها نباشن، فقط یه قسمت رو طراحی کنید بعد برید قسمت های دیگه. بعدش هم اینجا آپلود تو اسکین دکس، یعنی از یه جایی اسکینی دانلود کردی میخوای به اینجا ادیتش کنی، دانلود رو بزنی اسکینی که طراحیش کردی دانلود میشه. آپلود فرام کامپیوتر هم که نه میدونید. حالا این با این مداده میتونید اینجوری مثل من حالا بکشید، با این پاک کنه میتونید پاک بکنید. الان مثلا من دارم پاک میکنم. با این نمیدونم چی میشد. با این میتونید ببینید هر کجا رنگش چیه. با این میتونید خب اینو گفتم، این سطل رنگ میتونید هر جایی رو میخواید خودتون بزنید، مثلا مثل مال من. و اینم اسکین جدید منم باشه بعد نه. یعنی بچه ها لایک و کامنت و دنبالیتون نره، روتون خیلی حساب میکنه. بعد از هر طرف باید روش بزنید، باید حتما بزنید تا اوکی بشه دیگه. و این هم که بک، این هم همون جلو. این خودتون میدونید این زوم میکنه، این آن زوم میکنه. خب حالا مثلا این دانلود رو بزنید، این اسکین شما دانلود میشه. اینجا این شکلیه ولی وقتی آپلود میکنید درسته. بعدش میرید توی سایت تیلانچر، بازش میکنید. بعد اینکه بازش هم کردید شما اینجا باید اکانت ماینکرافتتون رو لاگین و ریجستر رو کاراشو کنید. وقتی میرید اینجا گزینه‌های هست، آپلود کیپ، آپلود اسکین. من اینجا آپلود اسکین رو بزنم، همین اکثر رو بزنم دیگه اسکینم آپلود میشه. بعد وقتی برم تو تیلانچر بازش بکنم دیگه اونجا هم واسم میاد. بچه‌ها لایک و کامنت و دنبالیاتون نره، عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی، بای بای.